سلام، شما در حال تماشای برنامه آرت بیت هستید و من تانا بامدادی، همسر، مادر، صاحب کسب و کار و عاشق هنر هستم و این اشتیاق به هنر در زندگیم و دوست داشتن هنری دیدن اتفاقات و مسائل باعث شد با وجود مشغله زیادی که دارم برنامه آرت بیت رو شروع کنم در کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام و با کسایی که هنر رو چاشنی بیزنسشون کردن صحبت کنم تا هم خودم و هم شما بتونیم از تجربیاتشون در این زمینه استفاده کنیم. یکی از داستان‌هایی که نسل من باهاش مواجه بود در جوونیم و در شروع بیزنسام و ناگزیر باید ازش استفاده می‌کردم، اینفلوئنسر مارکتینگ بود. استفاده از تجربیات بلاگرها و اینفلوئنسرها در زندگی روزمره و مخصوصاً در معرفی و تبلیغات بیزنس ها. اما خوشبختانه یا متاسفانه من اصلاً تو این زمینه خوب نبودم، یعنی اصلاً من نمیتونستم با بلاگرها و اینفلوئنسرها در طول دوره کاریم و همین الانم ارتباط خوبی بگیرم. از اینکه یک زندگی فیک و یک سری ادوایز دروغ رو فالو کنم و بخوام هر روز درگیر این داستان‌ها بشم و بخوام بیزنسم رو اینجوری تبلیغ کنم اصلاً دوست نداشتم. ولی انگشت شمار بودن کسایی که من ارتباط قوی باهاشون میگرفتم، پیجشون رو هر روز دنبال میکنم، دوستشون دارم و سبک زندگیشون رو دوست دارم و در معرفی بیزنسم هم ازشون کمک گرفتم. یکی از این انسان‌های خیلی خیلی خوب که خیلی خوشحالم توی این مسیر باهاش آشنا شدم پندار هستش. امروز اومدم خونش، دوست دارم از تجربیاتش استفاده کنم و من هم مثل شما اولین باره که دارم داستانش رو اینجوری و با زبان خودش میشنوم و دوست داریم بریم و خلاصه که باهاش صحبت کنم. مرسی. خب پندار سلام و مرسی که جزء کسایی بودی که به من اعتماد کردی عزیزم. و در اپیزودهای اولم خلاصه که اومدم پیش تو قربونت قبول کردی که خلاصه یه خورده تجربیاتتو داستانتو با ما شیر کنی. ممنونم از اینکه من انتخاب کردی. قربونت. میخوام بپرسم که اول یعنی کلا برام شروع کنی بگی که کلا داستان چی بود؟ اصلا چجوری شروع شد؟ ببین داستان برای من توی این فضای اینستاگرام از خیلی سال قبل شروع شد. یعنی فکر می‌کنم سال 92 بود که ما یه کاری رو شروع کردیم که یه آنلاین شاپ بود. یعنی من از آلمان خرید می‌کردم، ارسال می‌شد ایران و خب اینجا پخش می‌شد. یعنی اصلا کار اول من در واقع بخوام بهت بگم این بود تو فضای اینستاگرام که خیلی دوست داشتم اتفاقاً کارش، چون من کلاً آدمیم که فشن رو خیلی دوست دارم. تو این زمینه درس خوندم، خاطر همین خیلی کیف می‌کردم. واقعا سخت بود، کار پرمسئولیتی بود. اون موقع مثل الان اصلا آنلاین شاپ‌ها رو اعتماد نداشتن بهش. فکر کن یه جنسی رو می‌آوردی تحویل مشتری می‌دادی میگفتیم فیک. میگفتم کجا فیک؟ چیز خاصی هم مثلا چیز برند خیلی خاص نه، ولی خیلی مخاطب و اطمینانش رو جلب کردن خیلی سخت بود. تا اینکه یه 2-3 سالی تو این فضا این کارو کردم و اینا. بعد به خاطر اینکه رفت آمد به آلمان و هزینه‌هایی که این کار داشت برای من زیاد بود و من دیگه تو این وسطا دیگه ازدواج کردم و این مسیر زندگیم تغییر کرد، من دیگه ادامه ندادم کار آنلاین شاپ. بعد دیگه آنلاین شاپ‌های ترکیه اومدن، این ذره قیمتاشون پایین‌تر بود، باعث شد که من دیگه کار آنلاین شاپ ادامه ندم. که بعد دوباره تو همون فضا اینستاگرام کار طراحی لباسی که خب خیلی دوست داشتم انجام دادم چند سال، که حالا دیگه اونم خیلی درگیر مسائل حجاب و این داستانایی که خودمون میدونیم یه ذره اذیتم کردم. خلاصه یعنی سر عکاسیایی که داشتیم و خیلی عکاسی اون موقع عکاسیای حرفه‌ای خوب داشتیم با مدلای خیلی حرفه‌ای. یعنی چی اون موقع نشون میدادی؟ لباسایی که طراحی خودت بود یا وارد لباسایی که طراحی خودم بود، ولی مثلا عکاسیامون خیلی خاص بود. یعنی مثلا من میگم با توی کلاسای طراحی لباس هم با یه سری بچه‌ها دوست شده بودم که اکسسوری خاص طراحی می‌کردن. لباسای من با اکسسوری‌های اونا بود. اون موقع من با مدل سیاه‌پوست کار کردم، سال فکر کنم مثلا 96 اینطورا مثلا. خیلی الان تازه دارم مثلا اون سبک عکاسی الان تازه دارم می‌بینم. با اینکه حجابم داشتن ولی دیگه خیلی درگیر این بنیاد و این داستانا شدیم و دیگه اون کار ادامه ندادم تا اینکه اوایل کرونا سال 99 بود که من پیج رو شروع کردم. اوایل کرونا بود، یعنی فکر کنم 6-7 ماه یه سال ازش گذشته بود که دیگه خیلی دوست داشتم برگردم به پلتفرم اینستاگرام و دیدم که خب من تو این وسطا که حالا
درس دانشگاه رفته بودم، بعد طراحی لباس خونده بودم، این وسط کار آشپزی هم خب می‌کردم، حرفه‌ای کلاسی رفته بودم. از قبل مثلا بچگی آشپزی دوست داشتم، شیرینی پزی، آشپزی رو دوست داشتم، مثلا کلا انگار تو خونه ماست، این خانوادگی اینجوری. چقدر جالب. دیگه این وسط کلاس هم میرفتم، یه عالمه دوره گذرونده بودم. یه دوستی دارم که دستیارم بود قبل از اینکه از ایران بره، گرافیک پیجم هم دستشه. اون خیلی منو هول داد راستش بخوای، هی گفتش که آره تو باید بیای و توی این زمینه آشپزی تولید محتوا کنی. من فکر میکنم پیج من از اون پیجاست که از روز اول با برنامه اومد. یعنی اگه بری الان پست اول من نگاه کنی، من لیاوت داره پیجم و این قشنگ کامل همه چی با برنامه‌ریزی. همون موقعم تو خونه قبلیم بودم، هنوز با چیدمان فیلم برداری می‌کردیم. حالا آدم پیشرفت میکنه قطعا، تو 4 سالی که الان دارم کار میکنم خیلی ویدیوام پیشرفت کرد. البته خب پلتفرم اینستاگرام هم پلتفرم بدیه، بخاطر اینکه هی تغییر میده. مثلا یه مدت ما افقی فیلم برداری می‌کردیم 2 سال اول، بعد شد عمودی، بعد زمانشو کوتاه کن، هی از این بازیایی که اینستاگرام برای ما هر روز در میاره. آره ولی خب خیلی اول ویدیو اولم خودم بیشتر دوست داشتم، چون مثلا 3-4 دقیقه‌ای 5 دقیقه‌ای بود، بعد توضیح بیشتری میتونستم بدم، میتونستم چیزایی که بیشتر دوست دارم. الان بعد خیلی محتوای کوتاه تولید کنی، آسون و کوتاه و ساده، و نمیتونی خیلی پیچیده‌اش کنی، یه ذره مثلا خاص‌ترش کنی، سریع مخاطب دلشو میزنه. ولی توی اولا که کار میکردم خیلی رسیپی خاص‌تر میتونستیم کار کنیم و اون موقع احساس کنم فضا رو بیشتر دوست داشتم. که دیگه یواش یواش شروع کردم. خیلی هم من واقعا بی‌حاشیه رفتم جلو، یعنی اصلا خیلی ارتباطی نداشتم با کسی زیاد، واسه خودم محتوا رو درست می‌کردم و می‌ذاشتم. و حالا این وسطا با چند تا از همکارام آشنا شدم که برای تبلیغات پیجم باشون همکاری کردم. از اینجا به بعدم که خود اینستاگرام به ما فالوور داد دیگه، یعنی با محتوایی که تولید می‌کردی خودش بعد فالوور میاد دیگه. آره خودش دیگه نشون میداد و اینجوری شد که اومدم تو این مسیر. راستش بعد فکر می‌کنی که مثلا از کی شروع شد درآمد واسط ایجاد کرد پیجت؟ یعنی من فکر می‌کنم که یکی دیگه از ایرادای اینستاگرام همینه که تو نمی‌تونی با محتوایی که می‌سازی درآمد داشته باشی، تو باید بری یه چیز دیگر رو تبلیغات کنی. خب و منم چیزی که بعد از این 4 سال شاید اینو تا حالا جایی نگفتم، یعنی شاید تو یک به خانواده درجه کم فقط گفتم، اینه که من فهمیدم که من خیلی آدم تبلیغات نیستم واسه بخوای. یعنی چون به نظرم تبلیغات یه 30-40% فیکیه ریزی داره یا یه دروغی توش داره. به هر حال خودمون رو میدونیم. حالا اتفاقا من در همین مورد الان خواستم باهات صحبت کنم، چون که من یادمه که یه ویدئویی دیدم برای اولین بارا که 2 نفر با هم، یکم مثلا ویدیو جذاب‌تر بود. بعد من اصولا بلاگرها و اینفلوئنسرایی که برای کار باشون صحبت می‌کردم برای تبلیغات، یکی به من معرفیشون می‌کرد، چون من هیچکیو فالو نمی‌کنم و دنبال نمی‌کنم. من نبودم اون آدمی که اونا رو انتخاب می‌کرد. یکی دیگه میگفت نه فلان کس مثلا خیلی معروف شده فلان و اینا، بهشون حتما تبلیغ بدین. و من همیشه دستم نمی‌رفت، یعنی با سختی حتی ارتباطی که برقرار می‌کردم یه ارتباطی بود که مجبوری بود انگار. و خب من اینو دوست ندارم، چون دوست دارم همه چیم تو زندگی و تو کارم واقعی باشه. ولی یادم یه ویدیو دیدم تو دیبا بودین، خیلی ویدیو به دلم نشست. دیدم 2 نفر بعد از مدت 2 نفری که واقعی بودن، هم ظاهرشون هم باطنشون، خیلی جاها جدی صحبت می‌کردن، خیلی جاها خودشون بودن، طنز خودشون بود. خیلی ویدیو رو دوست داشتم و یادت باشه حتی من به دیبا مسیج زدم، اونو پیدا کردم، اون جوابمو داد. بعد بلافاصله گفتم میتونین اون دوستتون، من از این ویدیو دوتایی خوشم اومده، میشه دوتایی با هم بیایم پیش ما. و قشنگ یادم روزی که اومدی، من میگم ارتباط سختی میگیرم با آدمو هم دفعه اول اگر مثلا چیز باشه، ولی خیلی به دلم دوتاتون نشستین، چون که شروع کردیم. خودت یادت نه، چون من یه چیزایی رو واقعا یادم میمونه که شروع کردی به هم پند و اندرز دادن در مورد پیجمون. گفتی که خودتون پیجتون رو میگردونین، گفتم بله، و گفت شروع کردی گفتی نه این غلطه این درسته. و من یه لحظه با خودم همینجوری که داشتم برمیگشتم بعد اینکه کارم تمام شد، گفتم که من ندیده بودم تا حالا کسی که بیاد بعد یه سری چیزا که اصلا شاید به ضرر خودش باشه به من یاد بده، توی 10 دقیقه تون به من بگه خب این استوری تو اینجوری بذار پیج، شاید برای همینه که مثلا ویوتون کم، و خب اشکالاتو به من بگه، از طرفی خوبیارم به من بگه. و من اون لحظه واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. حالا الان دارم میگم چون که کمتر شده بود این اتفاق. و اتفاقا من همش اون واقعیت تو ذهنم، همش فکر کردم که اون آدمی که صداقت داره و اون آدمی که انقدر واقعی اومده جلو، من با اون پیش برم بیشتر. و واقعا یادمه با وجود اینکه خب نسبت به خیلیای دیگه اون زمان فالووری که داشتی شاید به اون حد نبود، ولی بازخوردی که پیج ما گرفت خیلی خوب بود. و من فکر می‌کنم که خب همین فالوورات هم همون صداقت اون واقعی بودن. من اول میگم تبلیغات هم خیلی کمه اصلا، به خاطر اینکه واقعا چیزی باید به تبلیغ کنم که هم به دلم بشینه، هم دوست داشته باشم، هم واقعا بدونم که این کسی که داره منو فالو میکنه استفاده میتونه ازش بکنه. خودم راستش بخوای چون پیجم پیج غذایی دوست دارم، با پیج غذایی کار کنم و براشون محتوای غذایی بسازم، برند غذایی
که الانم دارم مثلا تو پیجمو. این برای من از همه چی جذاب‌تره توی این پیجا. خب اگر آره یه پیجی داشتم که بیشتر لایف استایل بود، خیلی کار دیگه هم می‌ذاشتم. ولی البته من کافه رستوران گردی تو پیجم زیاد می‌کردم اوایل. یکی از هدف‌های من اصلا برای شروع این پیج این بود، ولی انقدر که حاشیه داره این کار، چون مثلا توی مشکل ما رستوران، اینم همیشه تو پیجم گفتم راجع به رستوران و کافه های ما، اینه که ثبات ندارن. یعنی یه هفته کارشون خوبه، یه ماه خوبه، یه جوری بعد خراب میشه، یه ذره شلوغ میشه، یه جوری بعد کیفیت رو میارن پایین، یا نیروی خدماتیشون اصلا آموزش ندیده. خب اینا باعث میشه که توی کار افت میکنن. بعد تو که معرفی میکنی، معرفی اون رایگان میذاشتم، یعنی خودم میرفتم نقد میکردم میذاشتم، حالا بماند که چه رستورانای معروفی منو بلاک کردن و فوش دادن و دعوا کردن با من. اون اوایل خیلی اعصابم میکشید، مثلا نقد میکردم، نقد منفی رستورانی معروف. یه انقدر دیگه فوش خوردم و ببخشید دیگه بلاکم کردن که دیگه اصلا بیخیال شدم، گفتم ولش کن، اصلا من هم فقط نقد اگه جای خوب بود نقد مثبت میذارم، الان تک و توک میذارم. ولی همون مثلا رستورانی خوب تهران کردن نقد میام میذارم، مثبت هم میذارم، واقعی هم میذارم. یعنی واقعا اگه غیر از این باشه نمیکنم اصلا، چون من که اصلا نه هزینه گرفتم نه اصلا هزینه هم بگیرم نمیکنم اگر یه چیزی خوب نباشه. چند بار شده تا پولشون رو پس دادم، مثلا جنسشو فرستاده یه بیزینسی، دیدم خب خوشم نمیاد، دوست ندارم و پولو پس فرستادم. یا مثلا از من توقع ویدیویی دارن که ویدیو فیکه، دوست ندارم، مدل من نیست اون ویدیو، پولشون رو پس میدم، جنسشون رو پس میدم. اینقدر سختمه. مثلا همین میگم من خیلی آدم تبلیغاتی نیستم، من آدمی ام که ویدیو بسازم، محتوا بسازم برای بیزینس‌هایی که مربوط به کار من و اینکه در نهایت بیزینس خودم رو بندازم. فکر می‌کنم بعد از این 4 سالی که تو این فضا کار کردم، شناختی که رو خودم پیدا کردم اینه که برای من بهترین راه اینه. میگم یعنی نمیتونم در ازای پول خیلی کارا رو بکنم، خیلی حرفا رو بزنم. شدم تو این فضا خیلی آدمو بکنن، اشکالی هم نداره اصلا. من خدا رو شکر اونقدر نیاز مالی ندارم که بخوام مثلا با تیپ شخصیتی که تو میشناسم حتی اگه نیاز مالی هم داشتم شاید نمیدونم، آره ولی خیلی هم اینقدر دغدغه‌اش هم راستش بخوای نداره، نمیدونم شاید یکی باشه که خیلی، چون میدونیم شرایط اقتصادی بده دیگه، یعنی واقعا. ولی من خیلی از بلاگرام میشناسم که میدونم خیلی هم وضعیت مالی خوبی دارن ولی حاضرن به هر قیمتی اون تبلیغ رو انجام بدن و خیلی هم بد میشه. خودمونیم هیچ کی از پول درآوردن، پول خودشو درآوردن بعدش نمیاد هیچ کی، هر کی بگه به نظرم این دروغ گفته. ولی میخوام، میدونی چی میگم، میخوام اون ارزشش رو برام حفظ کنه. نمیخوام طرف مثلا یکی باشه من شاید مثلا حرف من اشتباه باشه ولی مثلا بگه دیدی پنداره مثلا فلان جا رو تبلیغات کرد، فلان حرفو زد، فلان کارو کرد، مثلا این ما فکر می‌کردیم اینجوریه اونجوری. میدونی نمیدونم بیاد چیزی داره اصالتی پشت مدیا، کلا مدیا به هر حال خودمون میدونیم. همین الان من تو میایم لباس خوبمون میپوشیم اینجا حرف میزنیم، یا چه میدونم مثلا یه دکوری درست میکنیم میخوایم حرف بزنیم، تمیز میکنیم یه جایی میخوایم یه عکسی ازش بذاریم، یه چارچوبی داره مدیا دیگه. خب هر حال این زندگی من، یکی از چیزایی که مثلا توی ویدیوهای آشپزی تو تیک تاک الان خیلی زیاده، خانم میاد راسته، یعنی با لباس شب، جواهرات بزرگ، میکاپ مثلا کامل میاد محتوا میسازه. خیلی هم دختره معروفه الان تو تیک تاک که ویدیوهاش اصلا همه بالای چند میلیون ویو میخوره. خب ولی من میگم آقا تو زندگی عادی تو با اون لباس نمیتونی آشپزی کنی. خب من درست الان خودم تو خونه با لباس آشپزی نمیکنم، میز میپوشم، آره. ولی بخوام بگم به نظر من اونی که فیکه دیگه، تو با اون همه مثلا جواهرات و اینا تو زندگی عادی کی اینجوری آشپزی می‌کنه؟ کی اینجوری میره تو آشپزخونه؟ هیچ کس دیگه. تو خودت زن هستی که خانه داری، بچه داری، همسرت هست، یعنی به هر حال ما خودمون میدونیم که کاملا مسائل کار خونه 90% با خانم‌هاست همیشه دیگه. خب تو خونه‌ت اصلا حوصله داری بعد از اینکه از سر کار میای بچه‌تو مثلا تر خوشبخت بکنی، بعد تازه با اون همه لباسا بری تو آشپزخونه. یه ذره دیگه مدیا این چیزاش به نظر من زیادی فیک شده. کاملا. البته داریم واقعا کسایی هم که دارن همونجوری راحت میگن، اونا هم ویور رو در واقع فالو کننده خودشون دارن، ولی درست میگی. آره دیگه من میگم اگه ما قراره توی این نظر منه دیگه، میگم این حوزه‌ای که ما داریم کار میکنیم اگه قرار باشه که واقعی باشه قشنگ، به نظر من میگم من دوست ندارم این مدلی هم که دوست ندارم حالا فیک باشه. حالا یه کسی هست خب اون مدل کارشو دوست نمیگم مثلا فیک کنه، مدلش یه جوریه که مثلا اعصابش میگه این واقعا من اعصاب مثلا نمیگیره. یه سری حرفا رو، یه سری نظرها رو تو پیجم سعی میکنم اصلا رد شم ازش، بخاطر اینکه میگم خب این طرز تفکر من، هر آدمی یه طرز تفکری داره، من که نمیخوام اون مثل من فکر کنه. خب بعد من چیزی که توجه کردم، حالا هم گاهی که با هم صحبت می‌کردیم، گاهی تو استوریات که دنبال می‌کنم، آدم انگار اون آدمو بیشتر میشناسه دیگه از طریق استوریاش، از طریق پیجش. این روزا کلا شناخت آدمو عوض شده، پیجشون افکارشون رو عرضه میکنه. خیلی مسافرت می‌کنه. یعنی چیزی که فکر می‌کنم این که شاید حالا هر کی اولویتی داره برای درآمدی که داره، درآمد خودت، همسرت
ولی تو اولویتت یه بخش زیادیش رو سفره، درسته؟ حالا اینو یادم رفت راجع به پیج بگم. اصلا پیج من اسم اصلیش پلیس اند پلیت دیگه. پلیس اند پلیت بای پندار افتخاری، ولی به خاطر اینکه توی ایران بهتره که اسم خود آدم باشه یا صاحب بیزینس بهتره که با اسم خودش کار کنه برای پنزورم برندینگش، واسه همین اسم بالای پیج عوض کردم، ولی پایینش رو ببینی هنوز پلیس اند پلیت. اصلا یکی از اهداف من برای شروع پیج اون سفرنامه بود، چون من قبلا خب خیلی سفر می‌رفتم. البته میگم چون پیج شروع کردیم تو کرونا شد یه ذره عقب افتاد. بعد من یه سری درگیر مسئله کار ترکیه شدم، اینا یه ذره اون برنامه سفری هم که داشتم تغییر کرد. ولی آره خیلی برای من و همسرم جفتمون مهمه، مخصوصا من چون که از بچگی هم اینجوری بزرگ شدم. یعنی فکر کنم پدر منم بیشتر هزینه زندگیشو برای ما برای سفر گذاشته. این فرهنگ به نظرم از پدر و مادر انتقال چیزه. یعنی اصلا میگن بهترین برنامه‌ریزی اینه که تو وقتی از سفر داری برمیگردی سفر بعدی. من خودم هم من اینجوریم. یعنی خیلی براشاره هم هزینه میکنیم هم وقت میذاریم، چون به نظرم بخش بزرگی از زندگی سفره که آدم رشد میکنه دیگه. آره یکی از کارهایی که برای اهدافم، یعنی برای شروع کردن این پیج همینم بود که سفرنامه. الانم خیلی میگم چون فضای اینستاگرام فضایی که نمیتونی تو محتوای طولانی درست کنی، سعی میکنم تو رشته استوری سفرنامه ها رو بذارم. هر جا میرم میذارم دیگه، توی رشته استوری میذارم، ولی دوست دارم که واقعا بیام یوتیوب که بتونم اینا رو به صورت ویدیو کنار هم بذارم. چون خیلی وقتا من مثلا دلم خواست اون عکسایی که تو استوریه رو فیلمشو ببینم. یه ذره آدم بعد یه ذره مثلا این زمانو بذارم. راستش بخوای داستانی هم که دارم دوباره از همون اخلاقم برمیگردیم که تو سفر میگیرم عکس و ویدیو. بیشتر دوست داری تو لحظه باشی. خیلی عالیه واقعا. مثلا تو همین سفر عیدی که ما رفته بودیم برای همسرت هم شاید یه خورده چیز باشه که یکی با همش با دوربین دوره. بچه‌ها همین بابا تو چجوری بلاگری اصلا گوشی دستت نیست؟ گفتم من الان اومدم از این جا لذت ببرم. هی برم سرم بکنم تو گوشی. واقعا بخشی از زندگی اون پیج است. تو بخوای یه رشته استوری بذاری راحت نصف روز تو میگیره. اگه بخوای بشینی بنویسی توضیح بدی، یه واقعا یعنی یه چیزی که خط فکری خودمه دیگه، بخوام اون توضیحاتو بدم. و اگه بخوام فقط عکس پست کنم فرق میکنه، ولی خب من رو همه چی مینویسم. تمام پست‌های استوری من خیلی نمیام تو جلو دوربین حرف بزنم دیگه، ولی رو همه استوریام مینویسم. خب اینا همش زمانی برای مخصوصا تو سفر. خیلی شبا شده مثلا امشب میگم بچه‌ها که امشب من ندارید، من میخوام برم رشته استوری بذارم. خب مثلا از ساعت 8 تا 11 12 طول میکشه. برخلاف چیزی که آدم فکر می‌کنه برخلاف چیزی که واقعا همیشه فکر می‌کنیم بلاگر داره زندگی اصلا آسون نیست شیر کردن لحظات. یه جایی که اصلا دوست نداری به خاطر اینکه به نظر واقعا خیلی پرایوسی داری، ولی یه سری جاها واقعا اصلا خسته میشی. به هر حال میگم تو سفر همیشه من عقب میافتم، مثلا 4 روز اولو میذارم، بعدش دیگه بیام تهران مثلا چیزو بذارم، بقیه استوریا رو بذارم، به خاطر اینکه دوست دارم از اون فضا استفاده کنم. بعد اختلاف ساعت هست، حالا خیلی داستانه این مدلی هست دیگه توی سفر. ولی یه بخش اصلی از سفر میگم پلیس اند پلیت از اینجا میاد اصلا. پلیس که یعنی فضاهایی که میریم، حالا میشه رستوران و کافه اینا باشه، میتونه شهر و کشور مختلف باشه. یکی هم که پلیت که یعنی بشقاب، که اصلا یک اشاره پیج هم اینه دیگه که میگه تو میتونی اینجا بشقاب مورد علاقه خودت درست کنی. خب داستان این پینا رو برامون بگو. تابلو رو واقعا فکر کنم هر کسی میاد خونه ما اولین سوالش راجع به این پیناست. راستش بخوای بابای من کلکسیون پین داره، یعنی هر جای دنیا که میره از اونجا پین میخره و تابلو درست میکنه. خودشون هم تو خونهشون 3-4 تا تابلو بزرگ دارن. بعد که من ازدواج کردم این تابلو رو برای من درست کرد و آوردم خونه. خب خودت از سفرات منم همیشه یه چیزای کوچیک، یعنی چیزای دکوراتیو میارم. حالا غیر از این که یه دونه ماگ میگیریم همیشه ما از هر شهری که میریم. آره همیشه مثلا یه ماگ استارباکس از شهری که میریم میگیریم. چقدر بامزه. از هر جا که رفتی داری. آره مثلا این که دارم مال ژاپن این دفعه خیلی خوشگله. ببین چقدر خوشگله. دل منو برد اصلا. کیوتو که میدونی شهر سنتی ژاپنه. این داستان اینجا قوریا و اون این ترمه و اینا هم برامون ببین کلا که من خیلی اهل جمع کردن چیز قدیمی ام. اینجا خیلی پرتر بود. الان جدیدا این ذره خلوتش کردم، یه ذره ولی خونه‌ات مدرنه، ولی یه تیکه رو اینجوری درست کردم. این تابلو این ترمه قدیمیه، فکر می‌کنم حدوداً 120 سالی عمرش باشه که مادر بزرگم به من داده که جهاز مادرش بود. یعنی انقدر قدیمیه این داستان. آره که بعد یه قاب خود سنتی تر داشت که من اومدم قابش عوض کردم و مدرنش کردم. پایینم دوباره همه چیزای آنتیک دیگه قدیمی و بکنم حداقل هر مثلا این سینی نقره که خودم خیلی دوستش دارم، یعنی 3 تا نقره که با فنجوناشه
بعد اون چرخ خیاطی، اون گازه بهش میگن سفیتیله‌ای، قدیما که آره گاز نبوده رو اون غذا درست میکردن. مثلا این دوباره این سرویس از جهاز مادر بزرگم بوده، یه حالت اینجوری درست کنم. میگم خیلی دارم مسئله قدیمی، ولی الان اینجا نیست. یه تخته قدیمی دارم که اونم از مثلا خونه پدر بزرگم آوردم. خب چه پلنی برای ما داری؟ گفتم یه چیزی باشه که هم ساده باشه، همین که خب خنک هم باشه چون تابستونه. سالاد پاستا خیلی خوبه، بوی ریحونا. سالاد پاستا ایتالیاییه که یه سری سبزیجات داره. برای پروتئینش هم از سالامی استفاده می‌کنیم. اینورم که یه ذره پنیر موزارلا می‌ریزیم روش و یه سس آسونم داره. عالی، مگه دهنم از الان گفتم. قربونت برم. خب پدر اشکالا همینجوری که کار می‌کنی چند تا سوال ازت بکنم. ببین کلا با کسایی که صحبت می‌کنم و مثلا باشون دوستان بیشتر آشناشم، دلم می‌خواد بدونم که مثلا برنامه زندگیشون چیه، از صبح بلند میشن چیکار می‌کنن، هابیاشون چیه. ببین خب من تمرکزم الان در حال حاضر خیلی رو پیجه، یعنی همش دنبال اینم که رسیپیایی که حالا مثلا جذاب‌تره، آسان‌تره، واردتره پیدا کنم. یعنی یکی از بیشتر وقت من روز در حال چرخیدن دنبال رسیپیای جذاب. ولی دوست داری که در نهایت گفتی اون پیج فعلا هست، ولی دوست داری که یه کار شروع کنی؟ آره حالا اونو دیگه هر وقت شروع کردم سورپرایز. آره سورپرایزه. ولی آره خب آره اونم وقتمو میگیره اون کارم، ولی خب چون اونم کار باز غذاییه، ما به هر حال باید دنبال رسیپی باشیم. کار ما اینجوری که همیشه باید دنبال رسیپی جدید و خب مثلا برای آپدیت بودن، برای مثلا ورزش میکنم. تا خب به خاطر جریکی که داشتم میذاره ورزشم عقب افتاده، ولی ورزش خیلی دوست دارم. یه ورزش پیلاتسی فورمره که من 2 سال معتادشم. قشنگ دیگه قشنگ با عشق میرم، اعصابم آروم میکنه، حال خوب بهم میده. تفریح هم با دوستامون برنامه بذاریم، با خانواده باشیم، فیلم ببینیم. خیلی فیلم میبینیم، با همسرم خیلی فیلم میبینیم. یعنی اصلا فان اصلی زندگیمون بکنم فیلم دیدن. هر شب فیلم میبینیم حتما، یعنی امکان نداره ما هفته‌ای 3-4 تا فیلم خوب نبینیم. چه خوب. آره. و سفر میریم. سفرم حالا توی حالات غیر تعطیلی شمال زیاد میرم، چون خودم هم شمالی ام دیگه. درست. مادر بزرگم اونجاست. آره شمال زیاد میرم معمولا. بعد همین دیگه زندگی روزمره که بیشتر میگم ها ویدیو میگیرم. خب من خیلی از ساعت‌های روز خونه‌ام، به خاطر اینکه تو خونه ویدیو میگیرم. فکر این هستم که کارگاه داشته باشم، ولی احساس می‌کنم ویدیو تو خونه خوب و راحت و قشنگ احساس می‌کنم که آره تو خونه برای مخاطبم شاید جذاب‌تر و ریل‌تر باشه راستش بخوام. بعد دیگه برات از چی بگم، میگم بیشتر خونم دیگه، به خاطر اینکه کارم اینجوریه که همش تو خونه و ویدیو بگیرم، ادیت کنم هی سریع. من روزی هفته‌ای 3 بار دوره دیدی آشپزی؟ آره من دوره حرفه‌ای، حالا غیر از دوره‌های کوتاه و ورکشاپ و اینا که زیاد دیدم، یه دوره حرفه‌ای آشپزی دیدم، شف شو که آموزشگاه آرسس بود. 3 سال پیش فکر کنم رفتن، تو کرونا بود، هنوز ماسک می‌زدیم با شف مهیار، که واقعا دوره خیلی جامع و خوبی بود. البته می‌دونی که معمولا این دوره‌ها آشپزی فرانسویه. بعد خیلی جذاب بود، خیلی یاد گرفتم، خیلی تو کارم ازش استفاده کردم دیگه. غیر از اونم که فکر آموزش بودی یا نه؟ ببین آموزش رو در حد همین محتوای اینستاگرامی دوست دارم، ولی بیشتر چون یه ذره وسواسم دارم و میخوام خیلی کامل باشه و اینا، یه ذره سخته دیگه. بعد زحمت آموزش زیاده، بخوای مثلا کامل درس بدی و اینا یه ذره کم نرفتم دنبالش راستش بخوای، برای اینکه بخوام جایی برم آموزش بدم نه. ولی خب کلا ذات هم یه ذره هست این مدلی. چرا؟ یاد دادن رو دوست دارم. آره خلق کردن رو دوست دارم، یاد دادن رو دوست دارم. خب مثلا شاید یه سری که دارن این برنامه رو میبینن کسایی باشن که دوست دارن حالا چه برای برند خودشون چه برای بقیه بلاگرشن، اینفلوئنسرشن، پیج داشته باشن، پیج اینستاگرامشون، کانالای یوتیوبشون رو فعال کنن. برای چه ادوایزی داری؟ نظرت چیه کلا در این رابطه؟ ببین به نظر من الان چیزی که برای هر بیزینس هم خیلی مهمه، هم برای کسایی که میخوان بلاگرشن و حالا اینفلوئنسر و اینا، اینه که محتوای خوب بسازن. حتی اصلا کمدی، هر چیزی، محتوای تمیز، مرتب، ویدیوگرافی خوب، عکاسی خوب. درسته اینا یه سرمایه میخواد، ولی چیزی که باعث میشه تو بعداً یعنی دیده بشی و در آینده معروف بشی، به نظرم اینه که از اول تمیز کار کنی دیگه، با کیفیت کارتو شروع کنی.
و اینکه در اینکه به درآمد برسن، من فکر می‌کنم که الان تا چند سال آینده مارکتینگ میره سمت اینکه تو مثلا این محتوایی رو بسازی، بعد اینجوری با بیزینس‌ها کار کنی. تبلیغاتی که به این صورت الان تو فضای اینستاگرام حالا یا جاهای دیگه هست کمتر میشه. الان تو خارج از ایران مخصوصا توی جهان اول اروپا اینطوریه که شما محتوا رو میسازی، مخصوصا تو یوتیوب خیلی زیاده. یعنی شما میان پیجتو میبینن، بعد میگن که فلان برند، حالا تو حوزه که کار میکنی، اگه هوم دکوری هوم دکور، فشنی لباسی هر چیزی، میاد. حتی دوست من که هوم دکوره مثلا بهش برند فشن اومده، مثلا برند کیف اومده باهاش کار کرده، میاد میگه که تو برای من با این اکسسوری، حالا من چیزی که براتون میفرستم به اضافه حالا هزینه‌ای که برای محتوایی که میسازی میگیری، برای محتوا بساز. نه دنبال اینه که الان تو چقدر ویو خورد، دنبال اینه که چقدر مثلا می‌بینی، چون هدف تو مارکتینگ، هدف از کار ما اینه که تو یه محتوای با کیفیت بسازی و اونو ارائه بدی. درست. دنبال این نیستن که چقدر فالوور اومد، چقدر فروش، چون این چیزا یعنی همین الان به بیزینس‌ها میگم فروش قراره همون روز برات اتفاق بیفته. خود ما الان یه چیزی همون موقع مثلا میگیم یه پیج رو فالو می‌کنیم، همون روز نمیریم اونو بخریم. بلند مدت ممکنه 6 ماه بعد انقدر اون پیج اکتیو باشه، انقدر محتوای خوب بسازه، انقدر درگیر زخمی کنه ما رو دیگه. آخر سر به هر حال چه یه شال می‌خواد، یه کیف، یه گردن، یه هر چیزی، یه غذا، اصلا یه رستورانی رو داری می‌بینی، همش می‌بینی دارن همه میذارن استوری میکنن، خب تو بالاخره چیز میشی دیگه. آره هی تو حواستون میره سمت اون که حالا امشب بریم اونجا غذا بخوریم، فلان کافه بریم مثلا قهوه بخوریم. خب من فکر می‌کنم که اینو ما با بیزینس‌هامون اول یاد بگیرن که دنبال فروش یه شبه نباشن، دنبال نتیجه یه شبه نباشن. آره نتیجه بلند مدت اون محتوای با کیفیت رو ببینن. من اینطوری فکر می‌کنم. حالا اینو بعد اگر میگم کسی میخواد این کارو شروع کنه، من فکر می‌کنم که باید اولین چیزی که مد نظرش باشه با کیفیت محتوا ساختن تو هر زمینه‌ای که دوست داره کار کنه. درست. من نظرم کلا همیشه حرفایی که میزنی برای من جالبه و بعداً بهش فکر می‌کنم. واقعا این خیلی برام مهمه. حالا همون پولیو که در میاری، همون درآمدی رو که داری، چی کار می‌کنی؟ ببخشید سوال شخصی اگه دوست داری ببین صرف خیلی چی البته یه چیزی بگم، آره من کلا آدمیم که خب خیلی به وسایل خونه، لباس، اینا خیلی علاقه دارم دیگه، زیادم این چیزا میخرم، ولی از 1-2 ساله یه ذره مدیریتش کردم واسه بخوام. یعنی مثلا آره نه که ببین مثلا میگم که الان اگه اینو بخرم چقدر استفاده میکنم، اینو چند بار میتونم بپوشم، چند بار مثلا کجاها میتونم اینو استایل کنم، اینو بیشتر فکر میکنم. و اینکه شاید یه ذره داره سنم میره بالا، دلم میخواد که یه ذره پس‌انداز داشته باشم. حالا تو ایران یه ذره پس‌انداز کردن سخته دیگه، چون ریال ما یه ذره ارزشش بالا پایین میشه، ولی خیلی بهش فکر میکنم. یعنی دوست دارم که حداقل یه چیزی مثلا همیشه داشته باشم، خیالم راحت بشه که مثلا چه میدونم یه خدای نکرد یه چیزی پیش اومد، یه پشتوانه داشته باشی. نظر در مورد سرمایه‌گذاری چیه؟ خب تو ایران من فکر می‌کنم که سرمایه‌گذاری به مثل خیلی از جای دنیا نیست دیگه. یعنی تو ایران تو مردم ماشین می‌خرن سرمایه‌گذاری می‌کنن، نمیدونم زمین، خونه. من چون فکر می‌کنم خونه تو هیچ وقت سرمایه‌ات نیست، چون خونه جاییه که توش داری زندگی می‌کنی. سرمایه چیزی که اگه تو باید بفروشیش، بتونی حالا خونه دیگه. خب مثلا خونه چجوری میتونه سرمایه باشه؟ شاید خونه اولت اون خونه که توی زندگی می‌کنی به نظر من هیچ وقت سرمایه نیست. یا مثلا ماشینی که میتونه همین الان بره تو خیابون آتیش بگیره، خورد شه، از بین بره. چی می‌بینی سرمایه‌گذاری رو؟ من میگم طلا تو ایران خوبه، دلار خوبه. من خب طلا دوست دارم به شخصه، به نظرم فکر می‌کنم طلا جزء سرمایه‌گذاری خوبه. دلار باز خیلی‌ها مثلا دلارم دوست دارن دیگه، من کمتر. این دوست دارم چیزی که میگیرم و استفاده کنم. تا دلار به نظرم نمیشه ازش استفاده کنم. آره. سالاد اون آماده شد. خیلی جذابه. من واقعا الان دیگه می‌خوام سریع‌تر تموم شه که برام بخورم. پنر واقعا مرسی. خواهش می‌کنم. مرسی از تو. چقدر خوش گذشت کنار شما. واقعا چقدر من خوشحالم که همیشه بعد ویدیو گشتم، امروز دیگه گشتگیم رفت. خیلی به من خوش گذشت. مرسی که اومدی پیش من. واقعا امیدوارم که خوبی بود. موفق باشی. این راهی که واقعا شروع کردی میتونستی نکنی، میتونستی خوشگذرانی کنی، ولی واقعا این دیسیپلینه رو ادامه دادی. خدمتش. خیلی ازت ممنونم. خب مرسی عزیزم. خب دیگه من برم سراغ سالادم تا برنامه بعدی. خدا